نسرین گودرزی هستم. از زمان پرستاری متوجه شدم هنگام تعامل و گفتگوی با بیماران فقط صرفاً درمانهای پزشکی و دارویی نمیتونه حال افراد رو خوب بکنه. بنابراین روانشناسی رو آموختم و دوره‌های بسیار زیادی رو گذروندم تا به جایگاه الان رسیدم که به عنوان یک روانشناس و متخصص بیمارهای روانتنی میتونم از شما در مورد جایگاه افراد صحبت بکنم. همه افراد در اون جایگاهی که باید باشند قرار بگیرند و حال دلشون خوب باشه. به درون افراد نفوذ بکنیم و مدیرعامل وجودی فرد رو برنامه ریزی بکنیم و برای این کار لازمه که کسب و کار رو هم بیاموزیم، کارآفرینی رو هم بیاموزیم و الان برای داشتن یک ذهن فعال و یک ذهن بزرگ، برای داشتن کسب و کاری بزرگ لازمه برنامه ریزی بکنیم. از میان عوامل مختلفی که باعث بزرگ شدن و برنامه ریزی ذهن میشه و مدیر عامل انسان رو برنامه ریزی میکنه، هوش هیجانی مهمترین فاکتوریه که باعث افزایش و ارتقای کیفیت فرد میشه. فقط 20% از موفقیت فرد ناشی از IQ و هوش منطقیه و 80% موفقیت فردی، خانوادگی، شغلی و بزرگ کردن کسب و کار از هوش هیجانی ناشی میشه. هوش هیجانی بر بیشتر حوزه‌های وجودی انسان تأثیر گذاره، بر عزت نفس، خلاقیت، تعهد، تصمیم گیری و کیفیت و کمیت کار و بسیاری جنبه‌های مهم دیگر تأثیر گذاره. خبر خوب این که هوش هیجانی قابل آموزش، یادگیری و اکتسابه. بنابراین با آموزش کسب و کار، با آموزش هوش هیجانی شما میتونید بر سودآوری و درآمد بالای کارتون فکر بکنید و برنامه‌ریزی بکنید. همه این آموزش ها و آموزه ها رو در زمینه هوش هیجانی همه رو در اختیارتون قرار خواهم داد.